نازنین هستم، یکی از دکتران در افغانستان که مدت 3 سال تقریبا در شفاخانه فعال بودیم، کار کردیم و وظیفه ما اجرا می دادم و وظیفه می بود که به فامیلمون کمک می تونستم بکنم و به پالی از که من یک دکتر بودم، یک فعال جامعه مدنی بودم که تا فعلا هم فعالیت در یکی از بخش حقوق زنان دارم دیگه. زمانی که نظام سقوط کرد، طالبان افغانستان گرفتن، اولین مشکلی که برای ما پیش آمد همین بود که من خودم از وظیفه برآمدم، چون از خاطر که برای دخترها وظیفه بسیار مشکل بود، چون رفت و آمدشان باید همراهشان محرم می بود دیگه. ای که زندگی بسیار زیاد تغییرات درش آمد. مادرم همون فعال بوده که نتونست به وظیفه خود بره دیگه، وظیفه اجرا کنه و این بود که خانم‌ها را اگر میفهمیدن که دختر مجرد از نکاح خود به زور میگرفتن. همین مشکلات بود که ما افغانستان را ترک کرده و دیگه کشور آمدیم. افغانستان مشکلاتش خب بسیار زیاد بود، چون ما از طرف طالبا اخطار زیاد دیده بودیم. وقتی که ما به پاکستان آمدیم همچنان در پاکستان هم مشکلات زیاد را روبرو شدیم، چون ویزا نبود، نمیتونستیم به آسانی زندگی کنیم، خانه بگیریم، وظیفه و کار اجرا کنیم. و اینجا فعل حالم امی که پلیس میگیرن، مردارا میگیرن، خانم‌ها را در اسلام آباد خودتان دیدین، چشم دیده خود که چقدر خانم‌ها را در اسلام آباد گرفتن، دیپورت کردن. و فعل حالم همین گرفتن پلیس و دیپورت کردن به افغانستان بسیار زیاد است. ما در این مشکلات تا فعل حال زندگی میکنیم. بله، ما بسیار کوشش کردم که در پاکستان بتونم وظیفه خود اجرا بتونم، در یک شفاخانه یا در یک کلینیک به حیث نرس یا به حیث قابله وظیفه اجرا کنم. اما مشکل بود، چون از خاطر از ما ویزا میخواستن، از ما ایدی کارت پاکستانی میخواستن، ما ایدی چیزا نداشتم، نمیتونستم و برای ما وظیفه بسیار مشکل بود، وظیفه نمیدادم. خب دور بودن از وطن خودش یک درد خاص داره، چون شاید بسیاری ما اینجا درک کرده باشیم، در یک شهر که می باشیم او یک شهر بیگانه می باشه، زندگی درش مشکل است، با رسم و رواجشان، با زبانشان بلدیت خیلی مشکل است و وظیفه خو بسیار مشکل با پیدا میشه، چون وظیفه هیچ قطعا نیست در پاکستان برای افغان داده نمیشه و مشکلاتش هم همین است. ما ایره میخوایم که دور بودن از وظیفه و شغل به ما همی صدمه زد که ما در پاکستان نمیتونیم که درس خود، تحصیل خود ادامه بدیم و ما فعلا در اینجا بدون سرنوشت هستیم. نی ما افغان گفته میشیم، نی پاکستان ما رو قبول داره، نی افغانستان قبول داره و ما بسیار با مشکلات زیاد روبرو هستیم. نمیتونیم درس ادامه بدیم و بسیار صدمات روحی زیاد دیدیم. دور بودن از وطن به انسان درد زیاد میده، چون هر کس در وطن خود از خود یک زندگی، سرنوشت، کار و وظیفه، تحصیل، درس داره که میتونه روزمروزه اجرا بده و ما در پاکستان هیچ چیز نداریم، نی سرنوشت داریم، نی زندگی داریم، نی وظیفه داریم. اگر من فعلا 4 سال که من در پاکستان هستم، اگر در افغانستان می بودم شاید من میتونستم که درس خود ادامه بدم، میتونستم یک دکتر موفق تر شوم، لایق تر باشم. و مشکل دیگه ای که خواهرم درس خود نتونست ادامه بده، شاید او میتونست که یک رشته را بخونه، درس خود ادامه بده و ما وطن خود میتونستیم به بیشترین طریقه زندگی کنیم، خوب تحصیل کنیم. ما شخصا میخوایم دوباره به افغانستان برم در صورتی که طالبان در افغانستان نباشه، همگی بتونه آزاد زندگی کنه، آزاد وظیفه انجام بده. بله، چرا نمیخوایم به وطن خود دوباره بازگردم، چون وطن انسان زادگاه انسان است، همگی زادگاه خود بیشتر دوست داره و ما میخوایم به وطن خود بازگردم در صورت که طالبان نباشه، بتونم وظیفه خود انجام بدم، بتونم آزاد زندگی کنم. طبعا 100% من دوباره به کشور خود باز میگردم.